این بازی های اینترنتی از جون خیلی اوج رفته است. یک بازیش دکادمی میگفتین معلومات دارین ندارین چی؟ همون $100 میگذاری و بازی میکنی همین؟ بله بله. این هم بازی های پیرامید اهرامی های اینا رو حکمشون ما در 15 سال پیش در مسجد بیان کرده بودیم. حتی برای تقویت سخنهامون فتوای علمای زاهدان هم بچه ها هم وقت میخوندن تحصیل میکردن آورده بودن. در خانه همون فتوا هست کسی درختی این عقد باطل است، یعنی این معامله شرعی صحیح حلال نیست، برای که در این هم یک نوع قمار هم صفقتین فی صفقتین دو عقد در یک عقد گویا که می شود. سه در اختیارات همجا فتوا رو در خانه هم هستن. به هر حال این جایز نیست. این ما بچه ها چند کسی که آمده همشان رو منطقیم که این معامله رو نتونید کنشن. وقتی که همه باید $100 می سپاری باید تو با آدم با خود بیاری شرط میگذارن، شرط گذاری ها خود شرط باطل هست. در عقد بای خیلی شرط گذاری ها صحیح نیست بشن. بله. بنابر خاطر همین آدم آخر از این خودش میفهمه. این پیرامید شکل‌های مختلف داره، هر روز مدرنیزاسیونش نیست و هر شکل و هر چیز که براله سه آدم‌ها فریب میکنن. این وقتش مهره بود در تاجیکستان ما شکلی سادهش بود. بله. بعدتر همه تمام با من این نغمه شده است. بله بله. اما ماهیت شیعه همش یا ماهیت یا حقیقت یا ماهیت داره. بله.